درود و سلام دوستان عزیز. امیدوارم که خوب باشید و دور از مشکلات و آفتهای زندگی. معذرت ما را پذیرا باشید که خیلی دیر بعد برای شما پست گذاشتیم عزیزان، چون در مصرف کارهای مشتریان و مراجعین های هستیم که برای ما مراجعه میکند و خیلی هاشون حضوری میآیند و با آنها مسائلات رسیدگی می باشد. زیادتر موقع ها نمیشه که برای شما پوست بگذارم عزیزان، بخشش باشد و معذرت ما را پذیرا باشید عزیزان. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، همیشه گفتیم عزیزان که چند چیز در قانون موضوعات وجود داره در هر کاری که باشیم، همین شکل که طب انجینری و حقوق هر مسائل از خود مسائلات خاص و بخش های مختلف خودشو داره. همین شکل بعض در اساس ساحری و طلسمات دعانویسی یا چندین راه ها و افکارهای داره عزیزان. کارهای ما داریم که در اساس سفلی انجام میشه و کارهای داریم که در حساب نورانی انجام میشه و کارهای داریم که در موضوعات های رحمانی انجام میشه و کارات داریم که در اساس علوی انجام میشه عزیزان. خب طبق هر ماده انسان همون موضوعات را پیش میره. مثلا 4 تب داریم: آتشی، خاکی، بادی، آبی. و همون شکل اگر دو شخص را با هم دیگر برسونیم 8 تب مسائلاتش میایه، چون 4 تب از این سمت میایه، 4 تب از اون سمت که از کدام موارد ها کار استفاده شود. تب حروف اسم داریم، تب خود شخص داریم و هر کدام از این 12 ستاره کواکب تقسیم میشه که در اساس 12 ماه هست و هر ماه از خود موضوعات های خودش داره عزیزان. خب وقتتان رو بیشتر نمیگیرم عزیزان، چون در خواست بوده در حساب طلسمات محبت شدید تب خاکی عزیزان. اگر شما عزیزان ساحر نیستید، چلکشی نکردید، در طلسمات دست نزنید، چون ریجیت داره. ریجیت دوباره سمت انسان برگشت میکنه، 4 موارد بر انسان ضرر میزند. یا کار انسان رو بسته میسازد، یا ای که محبت انسان رو بسته میسازد، یا که شهوت انسان رو بسته میسازد، یا ای که ذهن انسان رو بسته میسازد. از این 4 کار یک کار را در انسان ضربات خودش میزه عزیزان. پس مواظب باشید موقعی چلکشی نکردید، ساحر نیستید، از این طلسمات استفاده نکنید، طلسمات قدرتمند. خب حالا طلسم تب خاکی رو من میارم عزیزان. خیلی ها شکایت کرده بودن عزیزان که موقعی که خودت طلسم نشته میکنی بسیارش خطش نمیفهمیم. به او اساس من قلم خواستم که قلم کامل براتان یعنی واضح باشه، هم سیاه آوردیم و هم بزرگ نوشته میکنم عزیزان. خبی مراتب و سلسله اولش شده عزیزان که نوشته میشه از حساب تب خاکی. در این دهنه ها که هست کامل فکرتان باشه عزیزان که این دهنه اگر باز بانه طلسم باز میماند عزیزان. چی اینجا هست و چی این استقامت ها داریم، دهن بازم داریم عزیزان. بید عزیزان اینجا در شکل میایه.
این دهن بازا که از حساب عین است. ما در حساب طلسمات زیادتر که داریم هی داریم، عین داریم و حساب میم سوریانی که در اساس میگن ازو هست و اروپا همیشه در حساب فارسی نوشته میشه ازا. عزیزان این در حساب سوریانی با مانای نو هست. خب دو بخش شده عزیزان. بعد از او ما حساب عینش داریم. خب در جایی که کشف میکنیم که طلسم ما باید است که تکمیل شود. بعد خط بسته ش باز میزنیم عزیزان. خب عزیزان به همین راحتی طلسم تب خاکی رو ما استفاداتش زدیم و فعلا در ایجاد چیز دیگری نمیماند عزیزان. طلسم سفلی هست عزیزان. در حساب طلسم سفلی از 786 یا بسم الله الرحمن الرحیم استفاده نمیشه. زیادتر که زده میشه 111 زده میشه کد یا 666 یا 999. در حساب طلسمات سفلی استفاداتشان میشه عزیزان. 66 خالی رجگاه استفاده نکنید که از اسم الحسنا میایم، اسم پاک هست. خب بعد در اینجا یا کموشن الحب اطاعت و فرمان برداری فلان عزیزان. خیلی اشخاص هستن که تا حالا بن و بنت نمیفهمن بر چی اشخاص استفاده میشه. ما بیشتر که میزنیم در اساس ابن میزنیم چون او از خود چلکشی های خاص خودش داره عزیزان. همی ابن در حساب اسم پدر میه. وقت اگر انسان چلکشیش بکنی در حساب اسم پدر و اسم مادر هر دوتا میه. فلان بن فلان الا محبت فلان بنت فلان. بعد العاجل سيبر الواحة سيبر اليوم سيبر. خب عزیزان این طلسم وقتی که نوشته میشه عزیزان بعد از خود قوانین هایی داره عزیزان. اسراف تحسین
سفلی، بخور عمل، جاوی سفید، لوبان ذکر و مستکی. بخور عمل شیرم نوشته بکنیم که دوستان درست بفهمن. بخور عمل جاوی سفید است و لوبان ذکر است و مستکی است. لوبان ذکر و لوبان انثی دو مدل داریم ما، یعنی یک شکل نیست، هم لوبان انثی داریم هم لوبان ذکر داریم که خیلی اشخاص هستن که تا همون اشخاصی که مواردهای علوم غریبه را میفروشن به فروش میرسونن لوبان ذکر و لوبان انثی را کم فرق داده میتونن، چون در حساب چهره خیلی زیاد مشابه است، بسیار کم فرقشان هست. ساعت نوشتن مشتری که شاه ساعت ها هست و شمس. روز پنجشنبه و یک شنبه در ساعت مشتری و شمس، ساعت اول و دومش فرق نداره که در ساعت اول شمس یا مشتری نوشته شده یا در ساعت دوم شمس و مشتری. خب عزیزان، این 4 روش که براتون گفتیم عزیزان، بخور باید از حتمی بکنیم، اصراف تحسین باید است که سفلی شود عزیزان. و موضوعات دیگر ازی که میمونه، اگر ترک امور مکان واجبی نیست، اگر انسان ها اگر ترک امور مکان بکنه بهتر کار است. رو را سمت جنوب میکنه عزیزان، موقع نوشته کردن روی خود در سمت جنوب گرفته میشه، یعنی سمت جنوب مستقیما سمی باشید و لباس فرق نداره که سیاه باشه آبی باشد هر رنگی که باشد، تنها لباس سفید در جان نباشد عزیزان یا سبز، این دو لباس در وجودتان نباشه موقع که نوشته میکنید. و ای که با وضو باشید بی وضو باشید و هم مشکلات خاص خودش ندارد عزیزان. خوبیده که فهمانده دانسته باشم انشالله. این هم کامل نخصه که هست عزیزان. خب همین سادگی و راحتی بخور باید 15 دقیقه روی بخور باید باشه، یعنی اول جاوی که بخور کردید جاوی سفید 15 دقیقه او رو بخور بدین، بعد لوبان ذکر 15 دقیقه، بعد مستکی 15 دقیقه. خیلی هایی بودن که موقع بخور کردن اصلا همیشه یک جا قطع میکردن که اصلا نه بخور جاوی حساب میشد و نه لوبان ذکر و نه مستکی، همونطور خیلی بخورات دیگر رم، چون از او بخور استفادهش که میکنی هر کدام از خود بوی و
طعم خاص خودش دارد و مورد قابلیت معکل می باشد که هر کدام از یک موکل، دو موکل، سه موکل. در اساس همی سه موکل موضوعات بخورش هم می باشد. مثلا جاوی سفیدی است، لوبان زکرشی است، مستگی است. طبق امی بخور پیش برین کامل انشالله که در نتایج خاص و خیلی هم خوب خودتان هم میرسید. نقطه اساسی جا هست ایزان که هر انسان به اندازه قدرت خود میتونه یک عمل را استفاده بکند. خیلی های هستن که قدرت کم دارن، خیلی ها اصلا قدرت ندارن، خیلی ها بسیار قدرت فوق العاده دارن ایزان. پس بعض موردات عملیات های تلسمات و تعویضات باشد، مثلا قهر کرده که باشد یا ای که جدایی شده باشد در بین اشخاص، یا ای که میخواید یک شخصی که اصلا سر شما آگاه نیست میخواید جلب و طرف سمت شما شود، در اساس بر عاملین یا ای که برای ما تماس بگیرین تا این موضوع پیش برده شود. در غیر از او و تو کارهای فوق العاده عملیاتی می باشد که از چند جاه انسان بالای حمله صورت بگیره، تو را انسانهای عام و عادی کردن نمیتواند عزیزان. خب چیزی دیگری نماند. خوش و آرام باشید عزیزان. شب و روزگار خوش.